بعضی کلاهبرداران با دروغ مردم را فریب می‌دهند. بعضی دیگر با وعده‌های وسوسه کننده و بعضی هم با فروختن یک امید واهی. اما گاهی یک کلاهبردار همه اینها را با هم دارد: دروغ، وعده و امید. و درست به همین دلیل میتواند هزاران نفر را قربانی کند. داستان امروز ما درباره یکی از همین پرونده هاست. پرونده‌ای که شاید بزرگترین کلاهبرداری دیجیتالی در افغانستان باشد. اواخر سال 2024 یک اپلیکیشن کم کم در افغانستان دست به دست می شد. نامش گولد بی اس بود. اما بسیاری از مردم آن را با نام فردی می شناختند که گفته می شد پشت این پروژه قرار دارد: توماس. این پلتفرم خود را یک شرکت سرمایه‌گذاری آنلاین معرفی می کرد. حداقل سرمایه برای ورود حدود $500 بود. و در وضعیت اقتصادی امروز افغانستان $500 برای بسیاری از خانواده‌ها مبلغ کمی نیست. با این وجود هزاران نفر تصمیم گرفتند پول خود را وارد این سیستم کنند. چرا؟ چون وعده‌ها وسوسه کننده بودند. درآمد دلاری از خانه، سودهای روزانه و رؤیای ساختن آینده‌ای بهتر. طبق گزارش اطلاعات روز، کاربران در این سیستم تشویق می‌شدند افراد جدیدی را نیز وارد شبکه کنند. هرچه تعداد افراد بیشتری جذب می‌شدند، سود بیشتری وعده داده می‌شد. بسیاری امیدوار بودند تنها با معرفی چند نفر بتوانند روزانه ده‌ها یا حتی صدها دلار درآمد داشته باشند. بسیاری از کارشناسان و رسانه‌هایی که این پرونده را بررسی کرده‌اند معتقدند گولد بی اس از الگوی شرکت‌های هرمی یا طرح‌های پانزی پیروی می‌کرد. در چنین سیستم‌هایی سود اعضای قدیمی معمولاً از پول اعضای جدید پرداخت می‌شود، نه از یک فعالیت اقتصادی واقعی. چهره اصلی این پروژه فردی بود که خود را توماس معرفی می‌کرد. او ادعا داشت شهروند کاناداست و سرمایه کاربران را در بازار فورکس مدیریت می کند. اما توماس واقعاً چه کسی بود؟ طبق تحقیقات افغانستان اینترنشنال هیچ اطلاعات قابل تأییدی درباره هویت واقعی او پیدا نشد. نه شرکت معتبری معرفی شده بود، نه آدرس مشخصی وجود داشت و نه راه ارتباطی شفافی در دسترس بود. در واقع هزاران نفر پول خود را به سیستمی سپرده بودند که گرداننده اصلی آن برایشان ناشناس بود. نام توماس روز به روز بیشتر بر سر زبانها می افتاد. گولد بی اس به سرعت در میان مردم شناخته شد. در بسیاری از محافل، نشستها و جمعهای دوستانه صحبت از گولد بی اس و سودهای آن بود. جالب اینجاست که بیشتر قربانیان از طریق نزدیکترین افراد زندگی خود وارد این شبکه شدند: دوستان، بستگان، همکاران و اعضای خانواده. همین اعتماد خانوادگی و اجتماعی به یکی از مهمترین ابزارهای گسترش این شبکه تبدیل شده بود. اما این وضعیت دوام زیادی نداشت. چند ماه قبل ناگهان برداشت‌ها متوقف شد و هزاران نفر فهمیدند که دیگر به سرمایه خود دسترسی ندارند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، بسیاری از کاربران بخش بزرگی از سرمایه خود را از دست دادند. در ادامه داستان چند نفر از قربانیان این کلاهبرداری را می‌شنوید، البته با ذکر نام‌های مستعار. نثار احمد، معلمی از ولایت سرپل، یکی از قربانیان این ماجراست. همسرش به سرطان رحم مبتلا بود و خانواده برای تأمین هزینه درمان با مشکلات مالی روبرو بودند. نثار احمد برای درمان همسرش از بانک وام گرفت. اما به جای تأمین هزینه‌های درمان، این پول را در گولد بی اس سرمایه گذاری کرد. آنها امیدوار بودند سود این سرمایه گذاری بتواند بخشی از هزینه‌های درمان را جبران کند. اما سرمایه از بین رفت و قسط وام بانکی باقی ماند. احمد ضیا، دانشجوی گرافیک دیزاین در کابل، داستان مشابهی دارد. پدرش حدود $2000 قرض گرفت تا در این سیستم سرمایه گذاری کنند.
احمد امیدوار بود بتواند یک کامپیوتر حرفه‌ای بخرد و مسیر کاری خود را آغاز کند. اما سرمایه او نیز مسدود شد. محمد جوانی از غرب کابل نه تنها پول خود بلکه اعتماد خانواده‌اش را نیز از دست داد. او بستگانش را وارد این شبکه کرده بود. وقتی سیستم فرو پاشید، سرزنش‌ها آغاز شد و روابط خانوادگی آسیب دید. این همان بخشی است که کمتر دیده می شود. در چنین پرونده‌هایی فقط پول از بین نمی رود، اعتماد هم قربانی می شود. موفقیت گولد بی اس بر یک اصل ساده بنا شده بود: اعتماد. بیشتر قربانیان از طریق دوستان، بستگان یا همکاران خود وارد سیستم شدند. در ماه‌های نخست برخی کاربران سود دریافت کردند یا دست کم چنین تصور می‌کردند. همین موضوع باعث شد افراد بیشتری وارد شوند. تصاویر موفقیت در گروه‌ها دست به دست می‌شد و اعتماد عمومی افزایش می‌یافت. گولد بی اس اولین نمونه نبود. پیش از آن نیز شرکت‌های هرمی دیگری مانند گولد کوست، کیونت و هایپرفاند هزاران نفر را در افغانستان فریب داده بودند. نام‌ها تغییر می‌کنند، اما فرمول تقریباً همیشه یکسان است. وعده سودهای بزرگ، جذب اعضای جدید، پرداخت‌های اولیه و در نهایت فروپاشی. شاید بسیاری از قربانیان این پرونده هرگز سرمایه خود را پس نگیرند. اما یک سوال هنوز باقی است. اگر گولد بی اس فروپاشیده، چند پروژه مشابه همین حالا در حال جذب قربانیان جدید هستند. اگر این گزارش برایتان مفید بود، آن را با دیگران به اشتراک بگذارید. شاید همین آگاهی از قربانی شدن افراد دیگر جلوگیری کند.